میخوام همه خوبیاتون رو جبران کنم، منتها به روشی که در توانم هست. بعد نشستم کنار تختش، تیشرتمو درآوردم، افتادم تو بغلش، شروع کردم به بوسیدن صورتش. آقا چطوری؟ آقا برگشتی با یک کستان خیلی خیلی جدید، خوردنی، خوشمزه، به به. آقا عنوان کستان چیه؟ ممکن بود جیندا بشم. بچه‌ها داستانش راجع به یه دختر بدبخت دهاتی بیچاره است که میره با دادن و فروختن این تن خوشگلش به بچه‌های پولدار بالا شهر تهران به یه جایی برسه. آقا اگه دوست دارید یه کوستار خوشمزه رو با هم ببینیم، هندزفری‌ها رو بکنید توتون، کمربنداتون رو ببندید، هات داگاتون رو دست بگیرید که بریم این کوستان رو با هم شروع کنیم. آقا اول از همه با نام و یاد خداوند یکتا و بلند مرتبه این کستان ناز با هم شروع میکنیم. ممکن بود جیندا بشم. هشتگ خاطرات وحشتناک دوران طفولیت. اگه بچه دهاتی باشید مثل من که اکثرتون تهرانی اصیل هستید، باید بدونید که تک و توک بین ماها یه دختر پسرایی هم پیدا میشن که یکم قیافه داشته باشن. شاید اون صورت ککمکی و موهای روشنم من از بقیه متفاوت میکرد. مثل اکثر دخترای دهاتی بابام کشاورز بود و یه برادر کوچیکتر از خودم دارم. زندگیم تا سن 8 سالگی روال عادی خودشو داشت تا اینکه مزرعه افتاد تو انحصار وراثه. سر این داستان ما اومدیم تهران. پدر بدبخت ما جز کارگری کار دیگه بلد نبود، مادرمون هم جز کلفتی. سال 78 بود که رفتیم توی یه باغ شدیم سرایدار اونجا. باغ که چه عرض کنم، جنگل بود. بگذاریم زمان با کلفتی ننه ما و حمالی بابامون سپری میشد. صاحبای ملکم یه مش آدمای تازه به دوران رسیده عوضی بودن. 3 تا پسر داشتن، 3 تا دختر که پسر کوچیکشون هم همسن من بود. همه یکی از یکی عوضی تر بودن. تنها شانسی که داشتم زیاد نمی اومدن، ولی وقتی هم که می اومدن اونقدر رفتارشون بد بود با ما تا چند روز عصبی بودم و اعصابم به هم میخورد. تنها کسی که توی اون خانواده متفاوت بود همون پسر کوچیکه بود که گفتم گاهی رو عالم بچگی با هم بازی میکردیم. همیشه مامانم دعوام میکرد که باهاش بازی نکنم که مبادا خانوم ببینه پوست از تن من جدا کنه. خلاصه نمیخوام زیاد حرف بزنم، حوصلتون سر بره. زمان گذشت با همین روال که گفتم. تا سال 90 من پا به سن گذاشتم. از طرفی اربابم مریض شده بود و دیگه نای جیغ زدن و داد و بیداد و لواسونگری رو نداشت. دیگه زیادی هم نمیومد، بیشتر هم پسر کوچیکه میومد یا با دوستاش یا تنهایی، که اغلب تنها بود. منم همونجا کنار مامانم و بابام کار میکردم. پول درس و دانشگاه که نداشتم. دور تموم آرزوهامو خط کشیدم تا 3 راهنمایی. به همون سواد خوندن و نوشتن ساده که مادر و پدرم نداشتن تن دادم. از یه طرف داداشم مشکل خونی داشت و داروها گرون بودن. دیگه ما هم شدیم کلفت کاخ ارباب خدا. ناموسا 90% سریالای ایرانی که میخوان خانواده بدبخت بیچاره رو نشون بدن همینجوریه. 1. تو اوضاع تخمی مالی به سر میبرن. 2. زمین کشاورزیشون رو مملکت میاد بالا میکشه. 3. یه کلفت میشن و ارباب بالا سر شد هر روز چپ و راستشون. یه دونه هم داداش چپرچلاق مریض دارن. یا ابوالفضل. خدا رو شکر اوضاع از روزای بچگیم خیلی بهتر بود. پسر برخلاف همه خانواده‌اش آدم حسابی بود. همیشه غذا که میگرفت برای ما هم میگرفت. یا مثلا هیچ وقت پدرمو به اسم کوچیک صدا نمیکرد و دستور نمیداد. مثلا میگفت آقا یدالله میشه فلان کارو بکنید. برخلاف اون خواهرای جین داشت، منم راحت تر بودم. دور از چشم مامانم بهش نزدیک میشدم و یه وقتایی براش میوه میبردم. ماجرای اصلی از اونجایی شروع شد که یه شب با داییش اومده بودن که اونم مثل خودش آدم بدبختی بود. دایی دکتر بود که احمد رضای ما دستی بر غذا حالش بد میشه. داداششو میگه. اون شب میاد بالا سر داداشمو و خلاصه داییه میگه بیاریدش مطبم و اینا. اونم هفته بعد من و احمد رضا رو میبره مطب. تو راه نمیدونم چطوری بحثمون با اونجا کشیده شد، ولی همه حرفای تو دلمو بهش زدم. اینکه دوست داشتم منم درس بخونم، دوست داشتم بچگی‌ها باهاش بازی کنم، دوست داشتم اون عروسک اسبشو داشته باشم. اینم بهش گفتم که همیشه براش ارزش قائل بودم. اونم فقط ساکت بود و گوش میکرد. هیچ واکنش خاصی نشون نمیداد. بعد از اون 2 تا بار سبک رو از رو دوش من برداشتن. داداشون بار سنگین از رو دوش برمیدارن، نه بار سبک. یکی این که خیالم از بابت برادرم راحت شده بود که اوضاع و احوالش بهتره و هر روز لازم نیست یکی تو سرمون بزنیم، 2 تا رو پاهامون. اینکه یه نفر بالاخره دردای منو شنید. 2-3 هفته خبری ازش نبود. 2 هفته خبری ازش نبود. فقط یک بار یکی از اون خواهرای جین داشت با دوست پسرش اومده بودن اونجا و کلی هم ما رو تهدید کردن که اگه کسی چیزی بفهمه جلو پلاسمون رو میرزن تو کوچه. خب اینم یه روش زندگی دیگه، چه میشه کرد؟
الان مثلا دیسش کرد. بعد دوباره خودش اومد. اواخر تابستون بود، هوا نیمه خنک بود، مثل همیشه کنار استخر نشسته بود و کتاب میخوند، آهنگ گوش میکرد. مامانم یه ظرف میوه داد بهم و یه پتوی مسافرتی، گفت اینو ببر بکش راقا، ببین چیزی هم لازم داشت بیا بهم بگو. جنس احترامی که براش قائل بودم فرق داشت با بقیه. از سر ترس احترام قائل بودم، برای اون از سر علاقه. رفتم پیشش و سلام کردم، مثل همیشه با خنده جواب سلاممو داد و گفت چه عجب، کجا بودی؟ بفرمایید براتون میوه آوردم، اینم پتو، اجازه بدید پتو رو بندازم رو پای خوشگلتون، سرما نخورید خدایی نخواسته. گفت نمیخواد، بندازش رو شونام، اگه میشه مرسی. چشم بفرمایید، اینا رو مادرم داد، گفت اگه چیز دیگه خواستید بفرمایید من براتون میارم، اگرم اجازه هست من رفته زحمت کنم. بیا بابا بیا بشین، برات یه چیزی آوردم. قلبم داشت تون میزد، ترسیده بودم. نشستم کنارش و از تو کیفش همون عروسک اسبو که گفته بودم و در آورد و داد بهم. گفت بیا اینم دوست داشتی، فقط خوب ازش مراقبت کن. باورم نمیشد یه آدم اینقدر مهربون باشه. هیچ وقت تو اون 19 20 سال اینقدر خوشحال نشده بودم. خیلی دلم میخواست بغلش کنم ولی نمیتونستم. عروسک رو در عوضش محکم تو بغلم فشار دادم. این اولین باری بود که اشک رو از خوشحالی تو چشام جمع میشد. نمیدونستم چطور باید ازش تشکر کنم. تو همین حال بودم که مادرم اومد و با حالتی بهم زل زد، گفت زهیرا چرا نشستی؟ چه مصاحب آقا شدی؟ از جام بلند شدم، اومدم حرف بزنم که اونم از جاش بلند شد و گفت سلطان مریم حالتون خوبه، چطوری؟ سلام آقا حالتون خوبه؟ در حالی که دست منو گرفته بود گفت ببخشید این دختر من مزاحم شما شد. نه خودم خواستم بشینه. گفتم دوتایی یه قاچ هندونه بخوریم، پسرتون حالشون بهتر نشد؟ این گفتگو بالاخره تموم شد. مادرم دست منو گرفت و برد تو اتاق. کلی دعوام کرد که دیگه این کارو نکنم و غیره. بگذاریم. از اون شب دیگه هیچ وقت احساس تنهایی نمی‌کردم. همیشه با عروسکم صحبت می‌کردم و 2-3 ماهی خبری ازش نبود. گناه داره خداوکیلی، یتیم بدبخت. با ذکر آیت الکرسی میریم 4-5 تا فاتحه بخونیم واسه رفتگان و گذشتگان این بانو. سبحان الله، الله اکبر. بگذاریم. اون شب دیگه هیچ وقت احساس تنهایی نمی‌کردم. همیشه با عروسکم صحبت می‌کردم. 2-3 ماهی خبری ازش نبود و فقط سایر اوباش خانواده میومدن. تا آذر ماه که مادر و پدر من رفته بودن ختم یکی از اقوام تو همون روستا، به دستور اربابمون موندیم تو باغشون. اون شب صدای زنگ رو که شنیدم خیلی ترسیدم و جرئت نکردم برم در باز کنم، تا اینکه تلفن اتاقمون زنگ خورد و گفت آقا آیت الله هستی؟ چرا نمیای بالا؟ منم سلام کردم، گفتم ببخشید آقا الان میام. خلاصه رفتم و در باز کردم. ماشینشو آورد تو. نمه‌های بارونم میزد. دنبال یه بهانه‌ای بودم که منم برم تو عمارت پیشش، که خودش بهم گفت اگه کاری نداری بیا باد کار دارم. رفتم تو عمارت، نشسته بود رو مبل. گفت بیا بشین، چرا واسادی؟ من که ترسیده بودم یکم خجالت میکشیدم. گفتم نه آقا خیلی ممنون. دستمو صف گرفت و منو کشون پیش خودش. بهم گفت ببینم من از بچگی با تو بزرگ شدم، چرا اینقدر با من تعارف داری؟ خجالت نکش. سرمو انداختم پایین، دستشو گذاشتم زیر چونم، سرمو بردم بالا. گفت منو نگاه کن، وقتی دارم باهات صحبت میکنم تو چشای من زل بزن. گفتم چشم آقا. اون شب گفت دلت میخواست درس بخونی و بری دانشگاه، درسته؟ برات یه پیشنهادی دارم، اسمتو تو یکی از مدارس شبانه روزی تهران مینویسم. خیلی کار شاقی میکنی، خیلی. بابا اینجا ایرانه. یارو افغانیه میاد میره مدرسه رایگان استفاده میکنه، بعد مثلا تا اگه خیلی کار شاقی کردی خب کونی اون واسه آمریکاست. یارو مثلا شهریه مدرسش خدا تو، ولی دیگه داری میکنی تو بچه یارو. درق استفاز از کلام پرید و گفتم ولی دست گذاشت رو دهنم و گفت اول گوش کن کامل بعد حرف بزن. اسمتو مینویسم، خودم با پدر مادرت صحبت میکنم، برو. دایی من برات یه کار تو درمانگاه اطراف اونجا پیدا میکنه، شهریه مدرسه رو هم نگرانش نباش. خوشحال بودم و گفتم مرسی آقا. من نمیدونم این همه مهربونی شما رو باید چجوری جبران کنم، ولی من اگه کاری بلد نیستم، سواد آنچنانی هم ندارم که بخوام کار کنم. ما واسه کلفتی ساخته شدیم. در حد 1 تا 100 که بلدی بشماری یا نوشتن اسفامیل. بله آقا. پس حرف نباشه تا دیپلمتو بگیری و یه فن جدیدی یاد بگیری. چشام خیس هش شده بود و بی اختیار سرمو گذاشتم رو پاهاش. دستشو بوس کردم، اونم دستشو کشید و گذاشت رو سرم. با همون حالت و همون صدای حق حق ازش تشکر میکردم. گفت پاشو دست صورتتو بشور، منم گرسنمه، از ظهر تا حالا چی نخوردم. بعد شام خوردیم. خیلی دلم می‌خواست لطف و خوبیاشی که تو این همه سال واسمون کرده جبران کنم. شب وقتی تو تخت خوابیده بود رفتم تو اتاقش. گفت کاری داری باهام؟ گفتم بله آقا، میخوام همه خوبیاتونو جبران کنم، منتها به روشی که در توانم هست.
میخوایم ببینیم این خانوم خوشگل، این خانوم بدبخت یتی چجوری میخواد الان حساب کنه باش. نه خدا وکیلی الان فکر کنم واسه چجوری میخواد براش حساب کنه. 1 میخواد براش بخوره، 2 میخواد بهش بده، 3 میخواد فقط انگوشتش بکنه. لطفاً کامنت کنید دوستان. بعد نشستم کنار تختش، تیشرتمو درآوردم، افتادم تو بغلش، شروع کردم به بوسیدن صورتش. اون مقاومت کرد و هولم داد کنار. گفت میدونی داری چیکار میکنی بی پدر؟ گفتم بله آقا میدونم، این تنها چیزیه که من ازتون میخوام، لطفا منو رد نکنید. یکی خوابون زیر گوشم خیلی محکم، طوری که صدای سوتش هنوز تو سرمه و از یادم نمیره. گفت اینطوری میخوای بری تهران؟ این همه عمر بدبختی پدر مادرت اینجوری میخوای جواب بدی؟ پشمام حاجی، پشمام ری، همش ریخ حاجی. نگاه کن، 2 حالت بیشتر وجود نداره. 1 این آدم نیست، یه فرشته مرشته چیزیه خدا وکیلی، یا از این بچه مصد است. 2 این که انقدر زشت و کریهی که سگ بیریده تو فیست دیگه. نگاه کن از این 2 حالت خارج نمیشه. خب بچه تهران مایه داره، انقدر دوست دختر داره که نمیاد سگ بکنه که، ببخشید نمیاد سگ بکنه که. افتادم رو پاهاش، شروع کردم به گریه و التماس کردن، زار میزدم، ازش معذرت خواهی میکردم که به کسی نگه. اونم لباسامو انداخت رو تنم، گفت ندیده میگیرم، برو بیرون تا نظرم راجع به حرفام عوض نشده. تنها چیزی که بهم حس آدم بودن و برگردون رفتارهای خوب اون برخلاف خانواده‌اش بودن. از سال 90 من رفتم مدرسه شبانه روزی، توی درمونگاه هم مشغول کار شدم. حقوق زیادی نمیدادم ولی شکم سیری بود و هفته 1 بارم میرفتم لواسون به مامان بابام سر میزدم. همین که میتونستم بهشون خنده هدیه بدم بهترین و زیباترین حس دنیاست و همه این زیبایی ها مدیون مردونگی و خوبی های یه نفر هستن که نمیدونم الان کجاست، نمیدونم چی کار میکنه، ولی میدونم با قلبی که اون داشت افرادی که الان کنارشن خوشبخت‌ترین آدمای دنیان. اون پسر 2 سال بعد از اون ماجرا، یعنی سال 92 از ایران رفت پیش برادرش. اربابمونم به رحمت خدا رفت. بالاخره باغ لواسون و یه نفر دیگه صاحب شد و خانواده منم رفتن با همون سبک زندگی. منتها تو یکی از مناطق بالا شهر تهران سرایدار شدن. خدا رو 100,000 مرتبه. به خدا ابوالفضلی ما وقت بخیل نیستیم. من الان خوشحال شدم. خدایی گناه داشتم، بدبخت بودم، یتیم بودم، خدا اینا رو زده بود، خدا گذاشته بود در اینا. بعد از اتمام درس و گرفتن دیپلم تو داروخونه همون درمونگاه مشغول کار نسخه زنی شدم. الانم 1-2 سالی میگذره که با پیمان آشنا شدم و با هم قول و قرار گذاشتیم و همیشه براش از خوبی‌های اون پسره میگم. آقا اصلا داستان پشمریزون بود. آقا اگه داستان خوشه، خدایی نگاه کنید، بیاید منطقی حساب کنید. خدایی دیدید دوستان، داستانش خدایی راجع به فونفونک بازی نبود، خیلی کوچیک، اینقدرش فونفونک، ولی چقدر واقعا جالب بود. اصلا من پشمام ریخت. من الان باید برم یه ذره گریه کنم تو توالت. حالم که بهتر شد، یه ویدیو دیگه میگیرم برای تو میذارم روش. آقا تا شبی دیگر و کستانی دیگر مخلصتونم، کوچیکتونم، زامیات.